میگم که مهر در چشم همه همین کشاده شد. امروز من رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت میگوید بر رغم 4 سال بسته بودن سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در طول 4 ماه اخیر رواهای ساکنان نزد مرزی به منطقه های همدیگر زیاد شده است. او در نشست خبریش روز 30 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که دیگر بحث و تلاش در مرز باقی نمانده و مردم بیشتر در جستجوی مناسبتی بهتر هستند. پیشتر نیز ساکنان دهه‌های نزد سرحدی در صحبت با رادیو آزادی خواهان ساده کردن نظام رفت و آمد و علاوه شدن گذرگاه‌های مرزی شده بودند. این مسئله با صلاحیت کمیسی آیین دمارکاسی دو دولت واگذار شده است و من باوری کامل دارم که اینها هم یک خلاصه دقیق میبرند آیین همین آینده چخیل به استفاده دادن. بنابر نزدیک بودن دهه‌های نزد مرزی وابستگی مردم دو جانب از همدیگر زیاد مشاهده می شود. دور بودن راه کنونی حتی به بازار و کار تاجران تأثیری منفی رسانیده است. اکثر ساکنان نزد مرزی برای دیدار با دوستان و نزدیکانشان به جای راه 100 متره باید راه 100 کیلومتره را طی کنند. یکی از آنها انوره رحمانова ساکن قرقیزتبار شهر کانیبادام است. او میگوید فرزند و نبیره‌هایش در ولایت بادکند قرقیزستان زندگی میکنند. роҳи 20 дақиқаинаро мо 5-6 соат тай карда ба назди пайвандонамон бояд равем. тавассути гузаргоҳи қайрағош дар ноҳияи ҷаббор расулов мегузарем. ман баъди кушодани марзҳо нарафтаам. шиносномаи хориҷиро нав гирифтам. корамонро шуда ҳамроҳи ҳамкоронам меравам. عین حال از 7 ناحیه نزد مرزی ولایت سوخت تنها در شهر اسفره و ناحیه جبور رسولوف گذرگاه مرزی عمل میکند. در حالت گذشتن از راه غیر مقرری شهروندان جریمه میشوند و یا جزای سخت‌تر میگیرند. به گفته شهروندان پیش از بسته بودن مرزها از هر گوشه های نزد سرحدی به مانع رواها میکردند. حالا مسئولان دولتی میگویند برای بی‌خطری ساکنان چنین حالت پیشگیری گردیده ایستاده است. از دو طرف همین پاریتت نه امروز من معین شده پنجره بندی کرده ایستاده برای امروز در دوره قانونی بین المللی هر یک دولت باید سرحدش رو سینخورپیش کند برای بی‌خطری برای امنیتی دولت همین حاضر برابر امروز همین کارها رفته ایستاده است. قبلا نعمت الله میرسیدوف کارشناس مسائل مرزی گفته بود که با این وجود راه‌های نزدیک کردن شهروندان نزد مرزی دو منطقه را باید سران دولت‌ها چاره‌اندیشی کنند تا دوستی در منطقه رواج یابد. امروز ضرور است که کشورها همین نازکی‌ها را به نظر گیرند. یعنی اگر لازم شود منطقه‌های آزاد اقتصادی یا سازمان دهند تأسیس دهند یا خود گذرگاه‌های علاوگی پیدا شود در نزد محل‌های اهالینشین بزرگ. روز 13 مارس تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر است و تا ماه مارس بسیاری از قطعه‌ها بحثی به حساب می‌رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان.